چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد. چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد. اگر سوزد شب سوزد، شب دیگر نمی سوزد. ای ظالم، این ظلم تو 1 سال دوام میکند، 10 سال دوام میکند. انشاءالله خداوند باز یک ظالمی را پیدا میکند که تو در ظلم او گرفتار میشه. میگه یک پادشاهی بود، فرمان داد که برای من یک قصر تیار کنین. قصر را تیار کردند. تمامش میگه چنان یک قصر زیبایی بود که وقتی پادشاه میگه در داخلش میدرآمد، هر یک آشیانش ساعتها تماشا میکرد. میگه دویم آشیانه برآمد، تماشا کرد. سیوم آشیانه برآمد، تماشا کرد. و از همان تیریزه سیوم آشیانه میگه بیرون نظر کرد. نگاه کرد که یک خانه ویرانه در همون قطار همون قصر پادشاه ایستادگی بود. وقتی دید این خانه ویرانه را، این پادشاه ظالم در حال طبیعتش خیره شد. گفت این قصر مرا زیباگیش این خانه ویران کرده است. این خانه را در حال نابود کنین از پیش قصر من. میگه در حال همان خدمتگارهای پادشاه میگه پایان شدند. این خانه یک کمپیر بود، بیچاره برای تلبیدن بیرون شدگی بود، در خانهش نبود. آمدن میگه این نوکارهای پادشاه و در حال همون 4 دیوالی کمپیر را میگه چپه کردن. در حال میگه روش کرده پرتافتن، در جاش میگه گلی بسیار انداختن تا که قصر زیبای پادشاه، طبیعتی پادشاه خیره نشود. کمپیر میگه بیگاه آمد نگاه کرد که خانه همه چپه گردان کردگی. گفت این خانه مرا کی چپه کرد؟ گفتن همین پادشاه ظالم. این خانه تو مادامی که صورتش بیزه بود، مادامی که در نزد قصر پادشاه ناخوب میتافت، پادشاه امر کرد خانه تو را ما نابود کردیم. کمپیر میگه همان قابچه نانی که تلبیده بود در یک جا گذاشت و دستش برداشت. گفت پروردگارا، گفت من در خانم نبودم، تو در کجا بودی؟ من که در خانم نبودم، این ظالم خانه مرا روش کرد، این خانه مرا نابود کرد، تو در کجا بودی؟ پروردگارا به داد من برس، امشب من در کجا خواب میکنم؟ میگه عرش الهی در جنبش در آمد. در حال میگه جبرائیل امین که 600 پر داشت، هر پرش دنیا را چپه میکند. فرمان داد، گفت این قصری که این ظالم ساخته است، جبرائیل بر تو فرمان از پایان شو و این را زیر زبر در زمین پرتاش. گفت در حال جبرائیل امین نه دیگر برای خداوند نه یک ترکیش ها لازم است بگیم، نه یگان یراقهای مستحکم لازم است. این جبرائیل خودش جواب دهنده همه یراقها هست. در حال میگه پایان شد. این قصر ظالم میگه برداشت در آسمان و در همون جای خودش میگه ناپدیدش کرد. این البته انشاءالله هر یک کدام مظلوم یک دسترسی دارد. به سوی خدا دعا کن، انشاءالله این گناه ریباخرا را خداوند از روی زمین گم میکند. چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد.